و این می‌دراید یک آدمی که از رمضان گذشته قرضدار است، قرضهای خود را بی اهمیتی کرد، فراموش کرد. حتی وقتی که رمضان نزدیک شد، در 25مین روزش یا در 27مین روزش به خاطر آمد. به خاطرش رسید که از رمضان گذشته 2 روز یا 3 روز یا 5 روز قرض دارد. علل خصوص زنها که از رمضان گذشته اگر قرض داشته باشند، آنها را خاطر رسان میکنیم که قرضهای خود را در ماه شعبان شتاب کرده روزه گیرند تا اینکه رمضان را بدون قرض استقبال کنند، پیشواز گیرند. چون بعضی علما رحمت الله علیهم میگن که اگر کسی از رمضان گذشته قرضدار باشد و تا این رمضان اگر آن را داشته نتواند، ماه رمضان را روزه میگیرد و بعد رمضان اول قضایی میدارد قرض کهنه را و بعد از آن برای عدد هر یک روزش کفاره میدهد. به هر یک روزش طعام یک مسکین. 5 روز اگر از رمضان گذشته قرضدار باشد، هم آن 5 روز را روزه میگیرد و هم برای 5 مسکین طعام میدهد و این چنین برای گناهش توبه میکند. اصلا باید تا رمضان آینده قرض سال گذشته را ادا کند. حضرت عایشه رضی الله عنها گفتند که کان یکون علی الصوم من رمضان فلا اقضیه الا فی شعبان. من از رمضان گذشته قرضدار میشدم. یعنی وقتی که زنها که عادتا 5 روز 3 روز 7 روز به عدد روزهای بیماریشان روزه نمیدارند، سپس بعد رمضان باید آن را روزه داشته دهند در ایامی که صحت هستند. کان علی یکون علی الصوم من رمضان. من از رمضان گذشته قرضدار می شدم. فما استطیع ان اقضیه. بعد آن ماه رمضان قضایی رمضان را، قرض رمضان گذشته را نمیتونستم روزه دارم. لمکان رسول الله صلی الله علیه وسلم، برای احترام رسول الله صلی الله علیه وسلم و برای مکانت ایشان که یکی اگر فرمان دهند و من از فرمان آن کس می ترسیدم که با اجرا نکردن نمونم، بنابراین روزه نمی داشتم که اگر یگان حاجت در ایشان باشد. الا فی شعبان، مگر در ماه شعبان که ماهی هست که ما الان در این قرار داریم، پیش از رمضان است. مگر هم در شعبان من قضایی رمضان گذشته را می داشتم. برای چی؟ برای آنکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم در ماه شعبان بسیار روزه می داشتن، قریب که شعبان را پر روزه می داشتن. در دیگر حدیث حضرت عایشه گفتند که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یگان ماه را پر روزه نداشتن غیر رمضان و در یگان ماه بسیار روزه نمی داشتن مثل شعبان. قریب که شعبان را روزه می داشتن مگر چند روزه آن را، الا قلیلا در بعضی روایت‌ها است، مگر هم کمی از روزهای شعبان را می‌خوردن. وقتی که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم در ماه شعبان که روزه بودند، من هم قرضهای گذشته را روزه می‌داشتم.